نیروهای امنیتی از این پیشتر نیز عکس و نوارها را از جریان ریدهایشان از فاحشه‌خانه‌ها نشر می‌کردند، اما در همه آنها چهره کارمندان تجارتی فحشا را می‌پوشاندند. این دفعه روی دختران نه تنها باز گذاشته شده، بلکه برخی از آنها در نزد دوربین نواربرداری شناسنامه‌های خود را با معلومات شخصیشان نشان می‌دادند. برخی دیگر در دست نوشتجات با نام و نسب، سراغه و رقم تلفن داشتند. چندی از دختران معلومات شخصی پدر و مادرشان را نوشته بودند. در خدمات مخصوص گفتند از این اقدام با هدفهای پیشگیری کننده استفاده شده است. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان با مقصد راه اندازی چاره‌های پیشگیری کننده نسبت شخصانی که قصد تشکیل کردن یا مشغول شدن به چنین فعالیت غیر قانونی را دارند، عکس‌های صاحبان فاحشه‌خانه‌های بازداشت شده و دخترانی در آن کار و فعالیت داشته را نشر می‌کند. در مجموع طوری که در بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی خبر داده می شود، در جریان یک رید 3 روزه در بیشکک و ولایت چوی نیروهای امنیتی 20 فاحشه‌خانه را آشکار کردند. در پی آن 137 زن و دختری تنفروش و 17 نفر برای تشکیل فاحشه‌خانه ها دستگیر شدند. برخی از آنها دانشجویان مکاتب عالی بودند. در یکی از عکس‌های نشر شده ساکن بیشکک جیانش را شناخت. او راضی شد که درباره آنچه که حالا از سرشان می‌گذرد بدون افشای نامش صحبت کند. چرا عکس‌های این دختران را نمایش دادند؟ من نمی‌فهمم. مگر این ممکن است؟ اکثر این دختران از زندگی خوبشان آنجا نرفته‌اند. بعضی‌ها در غلامی جنسی نگاه داشته می‌شوند. در بین آنها دختران معیوب نیز هستند. حالا آنها چگونه زندگی خواهند کرد؟ نزدیکانشان باید چیکار کنند؟ حامیان حقوق انسان از امنیت این زنان نگرانند. به گفته آنها کمیته دولتی امنیت ملی با نشر آشکارای چهره حقوق آنها را دغلانه پایمال کرده است. کی کفالت می‌دهد که بعدی به این طرز در تمام کشور نشان دادن کسی از آنها به خودکشی دست نمیزند؟ معلوم است که آنها را مجبور کردند. وادار نمودند تا نویسند مادرشان کیست، پدرشان کیست، رقم تلفنشان چند است، کی برای امنیت آنها مسئول است. این ویرانکنی معلومات شخصی است. سابق رئیس پژوهشگاه وکالتدار اید به حقوق انسان عطیر عبدالرحمت و از کمیته دولتی امنیت ملی دعوت دارد که از این تجربه که صدها عائله را به هم میزند دست بکشد. فعال شهروندی مولان اسکربیکوف نیز از این فکر جانبداری میکند. او در گذشته معاون رئیس یکی از نواحی بیشکک بود. به اعتقاد این فعال باید نه چهره کارمندان فحشا بلکه صاحبان چنین مکانها را به مردم نشان داد. یک قطار ماده ها و قانون ها ویران کرده شدند. این یک اصول سربسته است. جامعه و دولت باید به آنها کمک و پشتیبانی کنند و مشکلاتشان را حل نمایند، نه اینکه آنها را محکوم و تحقیر کنند. طبق معلومات گوناگون ریاست کارهای داخلی مرکزی و وزارت کارهای داخلی، هر روز در بیشکک تا 3000 تن فروش به نقطه ها می روند. در همین حال قبلا در رسانه‌های قرقیزی بارها معلومات منتشر شده بود که حامیان حقوق بشر گفته بودند کارمندان تجارت فحشا از جانب خود پلیس حمایت می شوند.